سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی اولین ویدیو کانال. یه جوری میشه گفت خوش اومدید به کانال MKXFC آقا. خیلی خوش اومدید اولین ویدیو امروز آقا. ببین چه قفم بده. خب خدا ساعت 9 صبح و هم نه خوش. برو بریم. اومدم بهتون یاد بدم. شما یادتونه یک فضایی بود که تمرینی بود، چی میگفتیم بهش؟ همین پریتیک آرنا. خیلی جذاب تو فوبیس هم بود. خیلی خوب. ببینید تو محیط که میری این شکلیه و چه کنی که این قدیمه باشه. شما این دکمه رو میزنید، آپشن ها کنید، فوکس کنه، آپشن رو میزنید. بعد اینکه زدید اینجا فیلیکی نه چرتورتا دارم این نذاریم رو کوب بعد می بود برو. بعد نمیشه سختی شد چیز کنید و حالا شما میاد روی این بازیکنه دایره میزنید. میگه اگه میخوای اد کنی بازیکن جلوت بشه مربع، اگه میخوای دایریز کنی. حالا تو پارت بعد بهتون یاد میدم که چجوری باسو که میخواید رو بیارید. خب الان نکنید، الان همینجوری حرکت کنیم، یه شوت میزنیم. حالا تو پارت بعد بهتون چه بازیکنی میتونید بیارید. الان واسه برنامه حسین. خب اگه دوستشی اون هم بهتون یاد بدم ویدیو لایک کن، کامنت بذار و همین دیگه. هر کاری خواستی بکن چند حساب یاد نره بکنه. یه پارشوت مثلا بازیکن برنامه هم عاشق فوبیسی پارشوت میزدی 10 متری گل می 10 متری که 200 متری گل میشد. و آره دیگه اگه این ویدیو خوش اومد لایک و بکن، زنگ چنل فعال کن و تا ویدیو بعدی با MKXFC فعلا بدرود. میبینمتون.